برای دسترسی به نعمات این کشور اون ارتش عرب به ما گفت آتش پرست و این بزرگترین خیانتی بود که به کشور ما و به ملت ما شد. ایرانیان آتش را پرستاری می‌کردند و ستایش می‌کردند. خدای آنها اهورامزدا بود. یکتا پرست بودند و خالقی را می‌پرستیدند که نمی‌شد دید. آفریدگار خردمند اهورامزدا، آن آفریدگاری که خردمنده، با خردش آفرینش را انجام داده و ادامه میده. چرا باید با یک تهمت آتش پرستی به ایرانیان ارتش عرب اجازه پیدا کنه این سرزمین رو تصاحب کنه و همون عادات قبیله‌ای، همون عادات جاهلیت، تصاحب و غارت و به کنیز گرفتن دختران ایرانی و غیره و غیره و غیره. اینه که این آتش ستایش می شده و باید پرستاری می شده. ما در ایران باستان 4 عنصر تطهیر کننده داشتیم که اینها نباید آلوده بشن و اینها تطهیر کننده هستند: آب، خاک، هوا یا باد و آتش. قدیمی ترین آتشی که در کشور ما الان روشنه آتشکده یزد. 1548 سال این آتش خاموش نشده و 4 بار انتقال داشته از سرزمین پارس، جایی که بود وقتی اعراب آمدن، و بعد از چندین مرحله الان در آتشکده یزد آن آتش زنده است. بنابراین این 3 تا در آیین اشو زرتشت هست، به اضافه فرابهر، این نقشی که اون بالا میبینید که به اشتباه و به غلط دانشمندان بزرگ دنیا میگن نقش اهورامزدا. اهورامزدا نقش داره. این نقش فرابهره. در آیین اشو زرتشت انسانهای پاک و نیک فرابهر دارند و انسانهای بد فرابهر ندارند. این فرابهر اندیشه نیک، کردار نیک و گفتار نیک که شما در حیاتتون تو این دنیا انجام بدید. زرتشتی‌های عزیز ما روزی 5 بار نماز میخونن، غسل‌های متعددی رو دارن که باید انجام بدن تا تطهیر بشن. اندیشه پاک و گفتار پاک و کردار پاک دارن. بالاترین گناه در آیین زرتشتی دروغه، چون اهورامزدا راستی است و هیچ راهی نیست به جز یک راه و آن هم راه راستی است به سوی اهورامزدا. پس دروغ بزرگترین گناه. آتشی که اونجا هست رو یک پرستار داره که مرتب این کنده های چوب رو بر اون می‌افزایه که این شعله بکشه. وقتی که شب است و شعله ای شما نمیبینید، خاکستر روی این آتش رو گرفته. در زیر این خاکستر آتش زنده است.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیهان و گردون سپه، فروزنده ماه و ناهید و مه. به نام دادار و درود بر شما یاران دین آریایی. اتفاق بر سرچشمه آفرینش جهان که توان داد تا با شما باشیم و همراه شما در خجسته آیین جشن پیدایش آتش، جشن سده بر شما عزیزان خجسته باد. چشم مهربان مست آتش مزدار اودا منشته یزارتا شان تاوی مزدار اشم بهو بهشت مستی مشتاقستی مشتاق مای یاد اشای بهشتای اشم رسولارش و هورا آرمیتی توشین دسلا سپینشتا مینی و مزدا بندویا زودا اشاو هزوی مواد باوره روس بنتا آرمیتی اشاو دنیا رزقشیا اتراتان زرتوش را تن مسجد خیاوشتنم دلایتی پاورتاو روشن شترم چاو اشم بهو بهشت مسلی مشتاقستی مشتاق مایی یاد اشایی بهشتای اشم. سپاس گذارم. دستهایمان را بر فراز می‌داریم و می‌گوییم ای مزدا با سپاس و ستایش بر یک تا پیام آورد اشو زرتشت مهرسوندتمان درود می‌فرستیم و در پیشگاه پروردگار و در برابر آتش پاک اهورایی پیمان می‌بندیم تا جوانه نیکی و بخشش را بر اندیشه خویش بکاریم، گفتارمان را به اوج قله‌های راستی برانیم و کاری کنیم تا کردارمان نشانه یگانگی و یکدلی زرتشتیان نیک گیتی گردد. من موبدان دعوت می‌کنیم با سخنان زیبای خود سرافرازمان فرمایند. خواهش می‌کنم. به نام و یاری اهورامزدا خداوند جان و خرد. گاتاها می‌فرماید آن نیکی ستودنی است که در پرتو راستی و شادی به دست آید. یسناسی آیه 15. جشن یا جشن از ریشه یسن و به معنای ستایش خدا و به مفهوم شادی دست جمعی
به منظور سپاسگزاری از داده‌های اهورامزداست. جشن سده جشن گرامی داشته کشف و مهار آتش، این برترین آفریده اهورایی توسط انسان ایرانی است. سده به مفهوم صدم زمستان و روزی است که آتش به وسیله هوشنگشاه به طور اتفاقی شناخته و مهار شد و طریقه ایجاد و نگهداری و استفاده بهینه از آن آرام آرام وارد در زندگی بشر گردید و سرعتی بی اندازه به پیشرفت بشر داد. در اینجا مقدم جناب سردار شعبانی جانشین فرماندهی تهران بزرگ را گرامی می‌داریم. ما آمادگی داریم که با توجه به ظرفیت قانون اساسی ما که همه اقلیت‌ها، قومیت‌ها در راستای منافع ملی در گرامی داشته مناسک خودشون آزادند و مای پلیس باید ایشون رو ایجاد بکنیم. شما که در گستره تهران بزرگ و شاید در کشور سکونت دارید، کشور خودتان، آمادگی دارید پلیس فراتر از بقیه، چون شما عزیز هستید، ایمنی، حفاظت، حراست، به خصوص آرامش فردی و جمعی شما رو فراهم بکنه. بس قرن و هزاره ها به دوران آیین تو بود پرتو افشان. اینجا رد میشه، میخوام اونجا میسوزی. Thank you.